جمله عجیبی رهبر انقلاب داره، ایشون میگه فلسطین کلید رمزآلود ظهوره. میگه اگه ظهور آقاتون رو میخواید چشم از بیت المقدس بردارید. فلسطین کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی میگشاید. فلسطین باید به ملت فلسطین برگردد. ما از همه مسلمان‌ها باید دفاع کنیم، به ویژه فلسطین. و بدونید انقلاب امام زمان شکل نخواهد گرفت الا اینکه این صهیونیست‌ها رو تو دهنی بخورن و بنشون سر جاش. یه زمانی میرسه قومی را مانند عقاب بر سر شما فرود میآورد. خدا میگه که شما زبان ایشان نمیدانید و این زمانی است که شما دور خودتان دیوارهایی کشیده اید. پیشگویی‌های اینا اونی که کارشون یه سره میکنه، ما این متاسفانه خوشبختانه یا خوشبخت